بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. داستانهای قرآنی یا به تعبیر خاص‌تر داستانهای انبیا علیهم السلام و اقوامشان در قرآن کریم یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که برای همه مؤمنین و مسلمین مهم است اینه که در مورد داستانهایی که در قرآن کریم آمده است معلومات دقیقی داشته باشد. این داستانها برای چه آمده اند و واقعیت این داستانها چیست؟ و دیگر اینکه آیا خیلی از چیزهایی که به نام پیامبران نقل می شود درست است یا درست نیست؟ و البته به تعبیر اولی که گفتم داستانهای قرآنی کمی عام‌تر هست، یعنی چه این داستانها تعلق بگیرد به پیامبران علیهم السلام چه تعلق بگیرد به غیر پیامبران علیهم السلام. این در کل ببینید قرآن کریم دو نوع داستان نقل کرده برای ما، یکی داستان پیامبران به همراه اقوامشان را، یکی داستانهای افراد دیگر غیر از پیامبران، مثل داستان اصحاب کهف که از جمله پیامبران نیستند اما داستانشان در قرآن کریم آمده است، یا داستان لقمان حکیم، یا بعضی داستانهای دیگری که آمده است. و این باید بگیم که در ضمن این داستانها متاسفانه خیلی از امور دروغ هم بعداً اضافه شده، یعنی بعضی از مردم مثلا داستان موسی علیه السلام در قرآن آمده اما به علاوه داستان موسی علیه السلام که در قرآن هست خیلی چیزهای زیادی دیگری به نام موسی علیه السلام نقل میکنن، یا به نام آدم علیه السلام، یا به نام داوود علیه السلام، یا هر کدام از پیامبران دیگر. و خیلی خوبه که پس ما اصل داستان را در قرآن یاد داشته باشیم و بدانیم که تا چه اندازه الله این موضوعات را برای ما توضیح داده است و چه چیزهایی از جانب الله نیست بلکه چیزهایی است که انسانها گفتند و بشر گفته است و یا در روایات اسرائیلی است، در روایات بنی اسرائیل هست که این موضوعات را باید مفصلا توضیح بدهیم. اما قبل از اینکه به یک یک از داستانهای پیامبران بپردازیم و داستان هر پیامبر را توضیح بدهیم، داستان آدم علیه السلام، داستان نوح علیه السلام، داستان ابراهیم علیه السلام تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبل از اینکه به این بحث بپردازیم مقدمه ای باید داشته باشیم برای بهتر شناختن بعضی از موضوعات و بعضی از مسائل. ابتداءً باید بحث نبوت و انبیا را یک عده معلومات عمومی نسبت به این موضوع پیدا بکنیم که نبوت چی هست و انبیا کی هستند، خصوصیات انبیا چیست، تعداد انبیا چقدر هست، انبیا مرد بودند یا زن هم بودند و موضوعات مختلف و متعددی دیگر که این موضوعات انشالله در ضمن مقدمه توضیح میدهیم. و دیگر این در واقع میشه یک مقدمه که کوشش میکنیم در ضمن یک مقدمه این موضوعات رو توضیح بدیم. موضوع دیگری داریم شاید هم بیشتر از یک مقدمه بشه و مقدمه دوم تعلق میگیره به بحث هدف از داستانهای قرآن کریم و روایات بنی اسرائیل یعنی چی. این موضوعات توضیح میدیم مفصلا در مقدمه های ابتدایی. حالا دو مقدمه بشه، احتمال هم داره که دو مقدمه در ضمن 3 جلسه بشه یا در ضمن 2 جلسه بشه. کوشش میکنیم که کوتاه‌تر بسازیم و بعداً باز شروع میکنیم به داستانها که قبل از اینکه ما داستانها رو شروع بکنیم شما یک آمادگی ذهنی کاملا درست و مناسبی برای این موضوع داشته باشید. اولین مطلب یا در واقع میتونیم بگیم نامی برنامه رو بگذاریم سلسله برنامه‌های یا سلسله برنامه داستانهای قرآنی. داستانهای قرآنی بگیم بهتر است به خاطر اینکه نگیم داستانهای پیامبرانی، چون گفتیم پیامبران و غیر پیامبران هر دوی در اینجا بحث خواهیم کرد. و در این سلسله برنامه یکی از نکات دیگری هم که ما تصمیم داریم توضیح بدیم اینه که خیلی از فیلم ها و سریال های درست شده به نام پیامبران که این سریال ها بعضی اوقات از طریق غیر مسلمان ها شده، یهودی ها، نصرانی ها، بر اساس آنچه که در کتاب های خودشان هست آمدن داستان های پیامبران رو به تصویر کشیدن و خیلی چیزهای نامناسب و بدی هم به پیامبران نسبت کردن. مثلا به نام داوود علیه السلام فیلم ساختن و خیلی چیزهای نامناسب و زشت و نادرستی که به یک انسان عادی نسبت کردن آن سخت است آمدن نسبت کردن و خیلی چیزهای دیگر. یا بعضی فیلم های یا سریال های بعضی از مسلمین آمدن ساختن که باز در این فیلم ها بعضی چیزها را از قرآن گرفتن، بعضی چیزها را
از غیر قرآن گرفتن، بعضی چیزا رو به خاطر زیبایی فیلم خود آمدن اضافه کردن. اینجا خوبه که اینها تفکیک بشه و ان شاء الله من کوشش میکنم در ضمن سلسله برنامه داستانهای قرآنی، خصوصا داستانهای پیامبران، به این نکات ان شاء الله اشاره داشته باشم. و دیگه ای که برای هر کدام از مطالبی که بنده توضیح میدم کوشش میکنم که دلایلی از قرآن کریم و از احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و نقل بکنم. بیشتر کوشش می است که خصوصا در مقدمه ها نقل از قرآن کریم داشته باشم، او هم در حد نیاز. یعنی شاید برای یک مسئله 5 تا دلیل از قرآن باشه، من یک دلیل فقط توضیح میدم یا 2 دلیل، به خاطر کوتاه کردن مبحث که خیلی طولانی نشود. و حالا این بحث که شروع بکنیم، ابتداءً چی موضوع میخوایم توضیح بدیم؟ اول اینکه نبوت چیست؟ کلمه نبی داریم، کلمه رسول داریم. نبوت و رسالت، نبی و رسول. کلمه نبی از نبع گرفته شده. نبع در زبان عربی به معنی خبر دادن، جمع او میاد انباء. در قرآن هم یک سوره به نام سوره نبع داریم، سوره عما یتساءلون، سوره خبر. عما یتساءلون، از چه چیزی این انسان ها از یکدیگر میپرسند؟ عن النبأ العظیم، از خبری بزرگ. منظور از خبر بزرگ قیامت است. پس کلمه نبع به معنای خبر استفاده میشه. خود کلمه خبر هم کلمه عربی است. خبر جمع او اخبار میآید، نبع جمع او انباء میآید. در قرآن هم ما کلمه انبار داریم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینها از خبرهای غیبی است که ما برای تو خبر دادیم. خب به هر حال کلمه نبع به این معناست. اما نبی یعنی 2 معنا اینجا داره، یا به معنای فاعل یا به معنای مفعول. به هر 2 معنا هم درست است. نبی یعنی خبر دهنده، این به معنای فاعل، یا خبر داده شده به معنای مفعول، یعنی کسی که الله به او خبر داده است. نبی خبر داده شده یعنی کسی که الله برای او خبر داده است. خبر دهنده الله است، نبی اینجا شده خبر داده شده، پس نبی به معنای مفعول شد. یا این که نبی به معنی خبر دهنده یعنی کسی که از جانب الله برای مردم خبر میدهد، میشه خبر دهنده. پس نبی هم به معنای فاعل هم به معنای مفعول، به هر 2 معنا درست است. خود نبوت چیست؟ نبوت رابطه است بین الله و بین بعضی از بندگان خاصش، بندگانی که او انتخاب میکند برای اینکه الله به آنان اخباری را بگوید، احکامی را بگوید، مسائلی را بگوید که آنها از جانب الله برای مردم بدون کم و زیاد برسانند. و این انسان ها افرادی هستند در کمال شایستگی، در کمال نیکویی، که هرگز کلمه دروغ در سخن الله اضافه نمی کنند، بلکه در زندگی عادی خود دروغ نمی گویند. چنانچه در صفات انبیا بعداً می خوانیم. و الله هم در قرآن کریم بسیاری از پیامبران وقتی یاد میبره اونا رو به نام صدیق یاد میکنه، صدیق النبی، که بعداً این بحث بیشتر توضیح میدیم ان شاء الله. خب به هر حال پس نبوت چیست؟ خود کلمه نبوت یعنی رابطه بین الله و بین بعضی از بندگان خاصش که از انسانها هستند، این میشه نبوت. باز داریم کلمه رسول. رسول یعنی فرستاده. به حساب لغت که هست، شما به طور مثال یک نامه میدین به دوستی، بگین این نامه برسان به او فلانی، اون نامه برد به او رساند، این شخصی که شما فرستادین این میگن رسول. و مرسل هم گفته میشه، رسول و مرسل هر 2 به معنی فرستاده شده، یعنی کسی که فرستاده شده است برای یک مطلبی که موضوعی را برساند. او کتاب یا نامه‌ای که با خدا آورده او میگن رساله. رساله یعنی نامه، کتاب، همون چیزی که با خود آورده است. و لحاظا رسالت معنای او چیست؟ یعنی فرستاده بودن، یعنی واسطه بودن بین الله و بین بندگان، که نامه ای را از جانب الله بیاری برای بندگان برسانی، رسالتی را به بندگان برسانی. و این شد معنای رسول. اما اینکه آیا رسول و نبی با هم فرق دارند یا فرق ندارند، یک موضوعی است که از قدیم الایام بین علما محل بحث و نظر بوده است که آیا نبی و رسول فرق دارند یا نه. حتی بعضی اومدن گفتن نبی و رسول اصلا فرق ندارند، هر نبی رسول است و هر رسول نبی هست. اما اکثریت به جمهور علما گفتن که نه، فرق دارد، رسول و نبی متفاوت است. و حالا تفاوت که دارد، تفاوت به چیست؟ اینجا دیدگاه های متعدد و مختلفی علما ذکر کردن. یک دیدگاه و نظر رو توضیح بدم که عده‌ای آمدن گفتن که
نبی هم این کسی است که دیدگاهی که خیلی مشهوره و خیلی مردم ما بیشتر همین شنیدن. خیلی به اصطلاح کسایی که تحصیل بالاتری ندارن، در حد پایینتر معلومات دارن، همین چیز فقط میدانند که نبی کسی است که شریعت جدیدی به او داده نشده، کتاب به او داده نشده، اما رسول کسی است که برای او شریعت جدید یا کتاب جدید داده شده. مثلا عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، اینا که شریعت جدید دارن، کتاب جدید دارن. ابراهیم علیه السلام، پس اینا رسولند و هر پیامبری که اینها را ندارد او چی است؟ نبی هست. اما این تعریف درستی نیست، این فرق درستی نیست. خیلی اشکالات روی این وارد هست. از جمله اشکالاتی که روی وارد هست اینه که ما مثلا میبینیم که هارون علیه السلام برادر به اصطلاح کیست؟ موسی علیه السلام. و هارون علیه السلام به اتفاق علما رسول بوده و قرآن هم او رسول به نام رسول یاد کرده که فرستاده شدن به سوی فرعون، اما کتاب جدیدی هم ندارد، شریعت جدیدی هم ندارد. به همون کتاب تورات عمل میکند و به همون شریعت موسی علیه السلام. این از یک جهت. از جهت دیگر ما در قرآن کریم میبینیم که الله میگه که به پیامبران ما کتاب دادیم. این نکته خیلی مهم است که الله متعال برای پیامبران کتاب داده است. ببینید این سوره بقره آیه 136 خیلی جالب است. قولوا آمنا بالله، بگویید که به الله ما ایمان داریم، و ما انزل الینا، و آنچه که به ما نازل شده است با آن هم ایمان داریم. آنچه به ما نازل شده این قرآن، و ما انزل الی ابراهیم، و آنچه که به ابراهیم نازل شده، و اسماعیل، و آنچه که به اسماعیل نازل شده. ما کتاب اسماعیل رو نمیشناسیم، اصلا مشهور هم نیست، اما در قرآن آمده که به اسماعیل کتاب داده شده. در این مورد بعداً توضیحات بیشتری دارم ان شاء الله. و اسحاق، و کتابی که به اسحاق داده شده، و یعقوب، کتابی که به یعقوب داده شده، و الاسباط، آنچه که نازل شده است بر نوادگان و نواسه های یعقوب علیه السلام، یعنی بنی اسرائیل، پیامبران بنی اسرائیل. و ما اوتی موسی، آنچه که به موسی داده شده، و عیسی، و آنچه که به عیسی داده شده. ما اوتیه، ببینید اونجا ما انزله بود، اینجا ما اوتیه، هر دو منظور یکی است، چنانچه تفسیر ابن جریر طبری بیان فرموده. و ما بعدا ببینید خیلی جالبه، آنچه که داده شد به موسی و عیسی، و ما اوتی النبیون، و آنچه که به پیامبران داده شده، انبیا داده شده، من ربهم، از جانب پروردگارشان. خب ببینید انبیا براشون کتاب داده شده. پس او کسی که آمده گفته فرق بین نبی و رسول این است که به نبی کتاب داده نشده و به رسول کتاب داده شده، این آیت چیکار میکنه؟ این آیت صریح واضح بیان میکنه و ما اوتی النبیون، ما ایمان داریم به آنچه که داده شده است به پیامبران، و منظور از آنچه که داده شده منظور کتاب است. چنانچه تفسیر ابن جریر صراحتاً بیان کرده که ما اوتیه به معنای همون ما انزله هست، فقط به خاطر تفاوت لفظی و به خاطر زیبایی کلام به این لفظ آمده. لا نفرق بین احد منهم، بین هیچ کدام از پیامبران ما فرق نمیگذاریم، و نحن له مسلمون، و ما تسلیم هستیم به الله سبحانه و تعالی. پس ببینیم اینجا خیلی واضح هست این مطلب که الله متعال به هر کدام از پیامبران انبیا اینجا گفته کتاب داده. پس این فرق نبی و رسول شده نمیتونه. بعضی آمدن یک فرق دیگه ای گذاشتن، گفتن نبی و رسول فرقش این است که نبی مأمور به دعوت نیست. نبی کسی است که الله به او حرف زده، به او پیامی داده، اما او را دستور نداده که برو به مردم بگو. یعنی یک رابطه ای دارد بین او، بین الله و بنده صالحی است، بنده نیکی است، اما دعوتگر نیست، اصلا دعوت نمی کند. تمام. بعضی آمدن همچنین حرفی گفتن و گفتن نبی این چنین است، اما رسول باز مأمور به دعوت است و باید که دعوت بدهد و باید که به اصطلاح مردم را به طرف حق و حقیقت به اصطلاح دعوت بکنند، اما نبی مأمور نیست که این کار را انجام بدهد. اما مشکل اینجا میاد که این حرف مناسبی نیست، این فرق هم فرق خوبی نیست. اینچه که خیلی ها حرف گفتن. به چی خاطر؟ به خاطر که ما داریم در سوره مبارکه حج آیه 52 و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، ما نفرستادیم قبل از تو هیچ رسول و هیچ نبی را. فرستادن خب باید پیش کسی بفرستی، برای کسی بفرستی، و الله میگه ما هیچ رسول و نبی را نفرستادیم. پس نبی فرستاده شده برای
افرادی، میره با افرادی حرف میزنه، با افرادی گفتگو میکنه. الله او فرستاده. این آیه 52 سوره حج این قول رو هم رد میکنه که این هم حرف درست نیست. خب پس فرق چیست؟ بهترین قول، دیگه نظریات هم وجود داره، خیلی داخل اونها نمیرم. بهترین نظریه و بهترین قول این است که رسول کسی است که به طرف مخالف فرستاده شده، نبی کسی است که به طرف موافق فرستاده شده. مثلا نوح علیه السلام اولین رسول است. چرا؟ چون اولین پیامبری که به طرف مخالف فرستاده شد نوح علیه السلام. قبل از او آدم علیه السلام به طرف مخالف فرستاده نشد. آدم مخالفی نداشت که به طرف او فرستاده بشه. به این خاطر آدم نبی هست. در روایت صحیح البخاری ما داریم که خطاب به نوح علیه السلام گفته شده انت اول الرسل، تو اولین رسولان هستی. آدم علیه السلام نبی بود، رسول نبود، چون به طرف مخالف فرستاده نشد. هارون و موسی علیهم السلام رسول بودند، چون به طرف فرعون فرستاده شدند. فرعون مخالف بود. پس هر کس، موسی علیه السلام چون به طرف مخالف آمده، خب رسول است. همچنین عیسی علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و ابراهیم علیه السلام، اینا همه رسول هستند چون به طرف مخالف فرستاده شدند. اما او کسی که به طرف مخالف فرستاده نشده، بین قومی بوده که اینا همه مسلمان بودن، بینشان اونا رو دعوت میداده، راهنمایی میکرده، احکام الله به اونا میرسانده، حتی اگه کتابی هم داشته، کتابی هم به او داده شده و همون قوم خود راهنمایی میکنه، سرپرستی میکنه، دعوت میکنه، بازم چیست؟ اون این نبی است، این رسول نیست، چون به طرف مخالف فرستاده نشده. این بهترین تعریفی است که اهل علم کردن و خیلی از علما هم همین تعریف را ترجیح دادن و گفتن این بهترین تعریف است. خب به حد اختصار به همین اندازه اکتفا میکنیم این موضوع که فرق بین نبی و رسول این است. اما میایم به یک بحث دیگر که تعداد پیامبران علیهم السلام چقدر است. ما چند پیامبر داریم در کل؟ اینجا دقت کنین که خیلی هم مشهور است که گفتن که 1,24,000 پیامبر، در حالی که مثلا اصلا هیچ اصلی نداره، هیچ دلیل موثق و معتبری برای او وجود ندارد، چنانچه توضیح میدم. حالا ببین، اولین مطلب این که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم کل پیامبران رو به ما معرفی نکرده. الله آیه هم در این مورد به ما فرستاده، بلکه در چند آیه رو گفته. حالا من یک آیه رو میخوانم. الله تعالی گفته است در سوره مبارکه غافر آیه 78: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، و همانا ما فرستادیم پیامبرانی را قبل از تو، منهم من قصصنا علیک، بعضی از آنها را برای تو قصه کردیم، و منهم من لم نقصص علیک، بعضی ها را برای تو قصه نکردیم. خب دقت کن اینجا در این آیه 78 سوره غافر یا سوره مؤمن که دو اسم دارد، الله تعالی به صراحت میگه که کل پیامبران را برای پیامبر خود معرفی نکرده. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم کل پیامبران را نمیشناختند. به این خاطر ما به او پیامبرانی که در قرآن آمده به طور مشخص ایمان داریم، تفصیلی مفصلا، یعنی یک نامبار به اونا ایمان داریم. و که اینا چقدر هستن؟ 25 پیامبر به همراه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذوالکفل که روی اختلاف است، بعدا توضیح میدم. به همراه ذوالکفل و رسول الله صلی الله علیه و سلم مجموعاً 25 پیامبر است و این 25 پیامبر در قرآن نامهای اینها آمده است. به این 25 پیامبر ما به طور نامبر ایمان داریم، اما به غیر او بقیه پیامبران را ما به طور اجمال و خلاصه ایمان داریم. چی میگوییم؟ میگیم تمام پیامبران را ایمان داریم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، ایمان دارم به تمام رسولان الله تعالی. لا نفرق بین احد من رسوله، بین هیچ کدام از پیامبران الهی ما فرق نمیگذاریم. یعنی چی؟ یعنی همه قبول داریم، فرق نمیگذاریم. یعنی نمیگیم که یکی پیامبر بوده و یکی پیامبر نبوده، مثل که دیگرها کردن. نصرانی ها مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول نکردن، یهودی ها عیسی علیه السلام را هم قبول نکردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم قبول نکردن و بعضی قبول کردن بعضی نکردن. اما ما مسلمان ها به تمام پیامبران ایمان داریم. خب به هر حال پس در قرآن کریم کل پیامبران معرفی نشدند، همه نیامدند و به این خاطر کسایی که میگویند که تعداد پیامبران 1,24,000 هست، اول باید بدانیم که در قرآن چنین مطلبی نیامده. یک مطلب در قرآن چنین چیزی ما نداریم. اما میریم به طرف احادیث. آیا در حدیث صحیحی از پیامبر صلی الله علیه و سلم این موضوع ثابت است
یا ثابت نیست. نخیر، متاسفانه هیچ حدیث صحیح در این مورد نداریم. بعضی احادیثی داریم که این احادیث ضعیف است و اینها درست نیست. و همین دلیل که این احادیث، توضیح بیشتر هم میدم که چگونه ضعیف است، به همین علت که اینها ضعیف هست میبینیم خیلی از علما، شما شنیده باشید، البته همون علمایی که متوجه ضعف این روایات نیستن و به طور اشتباهی حرف میزنن، یعنی در واقع میتونیم بگیم بسیاری از خطبا و سخنرانها و کسایی که در منابر صحبت میکنن میگن 1,24,000 پیامبر کم یا زیاد. چرا کم یا زیاد میگن؟ به خاطر که حدیث صحیح نیست. این کم و زیاد دارن باز به همراه اون اضافه میکنن، اما همین هم اشتباه هست، چون به ذهن انسان چنین میآید که 1,24,000 کم یا زیاد یعنی ماحول همین 1,24,000 است. حالا 1,24,000 نه، 1,20,000، 1,15,000 یا 1,30,000 به همین ماحول هست. چنین چیزی به ذهن میآید و این اشتباهی که ما یه حرف بزنیم. ما باید بگیم به کل پیامبران ایمان داریم. حالا شاید پیامبران 1000 تا باشن، شاید 2000 تا باشن، شاید 5 لک باشن. ما نمیداریم که در طول تاریخ چقدر پیامبر بوده، تعدادش اصلا معلوم نیست و به همین علت که معلوم نیست شما در کتاب‌های عقیدتی که از علمای بزرگ نوشته شده تعداد اون اصلا نمی‌بینید. مثلا در کتاب العقیدة الطحاویه که امام طحاوی نوشته، عقیده امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد بن حسن شیبانی نوشته، خود امام ابو حنیفه و دو شاگرد بزرگشان را، در اونجا اصلا تعداد پیامبران را نیاورد. مثلا امام احمد بن حنبل کتابی که در عقیده نوشته در او اصلا تعداد پیامبران را یاد نکرده. کتاب السنه عبدالله بن احمد بن حنبل در او اصلا تعداد پیامبران نیست. کتاب السنه لالکایی، اعتقاد علی سنت لالکایی اصلا وجود ندارد. اعتقاد اهل حدیث صابونی اصلا وجود ندارد. یعنی شما از امام شافعی، امام مالک، از هیچ کدام از علمای بزرگ نمیتونید نقل بیاورین که اونها گفته باشن تعداد پیامبران 1,24,000 است یا کم یا زیاد. هیچ کدام اینا رو نگفتن. و بیشتر این حرفا که 1,24,000 مطرح شده میبینیم علمای بعدی گفتن، متأخرین، کسایی که خیلی توجه و دقت در احادیث نداشتن و به این خاطر آمدن این حرف مطرح کردن و گفتیم که در قرآن هم پس نیامده، حدیث صحیح هم در این مورد نداریم، علمای بزرگ هم اصلا این حرف را نگفتن، پس تعداد پیامبران مشخص نیست. خب حالا ببینیم احادیثی که در این باب آمده، ببینیم که این احادیث چگونه احادیثی است. اولا خب در مورد حدیث که هست، حدیث اوله میخوایم، چند حدیثه، یک حدیث نیست، چند تا حدیث آمده، اما این احادیثی که آمده یا به شدت ضعیف هستند یا ضعیف هستند که اصلا نمیتونه یک مسئله عقیدتی به وسیله اینها ثابت بشود. حدیث اول دقت کنید که احادیث چقدر مشکل دارن، هم متنشان هم سندشان. حدیث اول از طریق از ابوذر غفاری روایت کرد شده. وقتی میگیم روایت شده یعنی ضعیف است. کلمه روایت شده، یکی میگیم فلانی چنین روایت کرده است و فلانی هم معتبر و ثقه، او اشاره به صحت است، اما روایت شده به صیغه مجهول اشاره به ضعف است. ابوذر غفاری میگه من گفتم یا رسول الله کم الانبیا، تعداد پیامبران چقدر است؟ قال 120,000. دقت کنید گفته 1,20,000. یعنی هم سند مشکل داره هم متن حدیث چقدر میگه 1,20,000. 1,20,000. من گفتم یا رسول الله تعداد رسولان بینشان چقدر است؟ گفت 313 تا، جمع زیادیه که این هم ثابت نیست که 313 رسول داریم. ما اصلا نمیدانیم چند تا رسول است چند تا نبی است، اینم ما نمیدانیم. بعدا میگه من گفتم یا رسول الله کدام رسول اولین رسول است؟ گفت آدم. گفت در حالی که در حدیث صحیح البخاری ما داریم که اولین رسول نوح علیه السلام است. پس این حدیث متنش مخالف حدیث صحیح البخاری است و بعدا هم 1,20,000 میگه. این متن که مشکل داره، اما سند رو بریم نگاه کنید. در سند این روایت از ابوذر غفاری کی روایت کرده؟ در سلسله سند این روایت شخصی وجود داره به نام ابراهیم ابن هشام قسانی و این جناب ابراهیم ابن هشام امام ذهبی گفته متروک الحدیث است، یعنی حدیث او باید ترک شود، اصلا نباید، ارزش ندارد که حدیث او کسی بشنود. متروک الحدیث یعنی به شدت ضعیف است. ابو حاتم، بلکه ابو حاتم رازی گفته دروغگو است. یادم یک آدم دروغگو اومده یه حدیث روایت کرده، ما بیایم بگیم بله عقیده ما این است؟ بابا نگاه کن سند چیه. و به همین علت بعضی علما گفتن این روایت موضوع هست، باطل هست، بعضی ضعیف جدا گفتن، بعضی موضوع گفتن. ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خود گفته که این حدیث را آورده، گفته ابن حبان بستی در
کتاب خود در صحیح ابن حبان این را آورده و ظاهرا گفته صحیح هم هست و اینم ببینیم کتاب ابن حبان علما خیلی روی او انتقاد دارن که همه احادیث او صحیح نیست، خیلی احادیث ضعیف هم دارد. و بعدا گفته ابوالفرج ابن جوزی گفته این حدیث موضوع هست و بعدا ابراهیم ابن هشام را متهم به دروغگویی معرفی کرده. و حالا ابن کثیر چی میگه؟ میگه ولا شک انه قد تکلم فی غیر واحد من ائمه الجرح و تعدیل من اجل هذا الحدیث. بسیاری از علما در حق این شخص یعنی ابراهیم ابن هشام به خاطر همین حدیث او جرح وارد کردن، گفتن این آدم درستی است و این روایت او رد کرد. شیخ شعیب آرناؤوط هم از علمای معاصر گفته اسناد این حدیث به شدت ضعیف است. خب میریم به حدیث بعدی. حدیث بعدی آمده است که از طریق ابو امامه از دیگه صحابه باز نقل شده که ابو امامه گفتم یا نبی الله کم الانبیا، تعداد پیامبران چقدر است؟ گفت که 124,000. اینجا باز چقدر آمد؟ 124,000. از جمله آنها 315 تا رسولن. اونجا 300 چند تا بود؟ 13 تا. اینجا چقدره؟ 315 تا. این باز دیگه مشکل. حالا بریم سند نگاه کنیم. در ابن کثیر رحمه الله گفته در سند این حدیث 3 نفر ضعیف وجود داره. معان ابن رفاعه سلامی ضعیف است، علی ابن یزید ضعیف است، قاسم ابو عبدالرحمن ضعیف است. یعنی 3 نفر در سلسله سند این حدیث مشکل داره. این هم بس هیچی به درد نخورد. بریم روایت بعدی. روایت بعدی بازم همون حدیث ابوذر غفاری است که البته جالبیه که در این روایت باز اصلا تعداد پیامبران نیامده و این نما ذکر عدد المرسلین، فقط تعداد رسولان آمده. قلت یا رسول الله کم المرسلون، تعداد رسولان چقدر است؟ گفت 310 به بالا. در زبان عربی میگن بدع عشر. بدع عشر یعنی از 10 به بالا تا 20 به اصطلاح. 11 12 13 14 15 16 17 18 همچنین هست، مشخص نشده اینجا. و این روایت هم که هست بازم به شدت ضعیف است. چرا؟ چون در سند او عبید بن خشخاش وجود داره و این آدم ضعیف است. ابو عمر دمشقی وجود دارد، این هم ضعیف است. چقدر ضعیف است؟ ضعیف جدا. ضعیف جدا. امام دارقطنی گفته این آدم متروک الحدیث است، کلا روایت او ترک است. و جالبیه که روایت دیگری باز طریق انس بن مالک آمده که پیامبر فرمودن نسبت شده، درست نیست این روایت، که الله متعال 8000 پیامبر فرستاده، 8000 نبی، 4000 به بنی اسرائیل، 4000 هم به دیگر مردم. این روایت باز میگه 8000. حدیث را ابو یعلا در مسند خود روایت کرده، اما باز هم به شدت ضعیف است، چون در سند حدیث موسی بن عبیده رمزی است که این آدم ضعیف جدا هست، چنانچه مجموع الزوائد هیثمی گفته. و دیگه ای که شیخ او رقاشی هم باز هم ضعیف جدا هست، چنانچه در تفسیر ابن کثیر هم توضیح داده. خب به همین شکل پیامبران دیگر، روایات دیگری هم آمده که مجموع این روایات هیچ کدام نمیتونه ثابت کنه تعداد پیامبران را. پس تعداد پیامبران مشخص نیست. این احادیثی هم که در این باب آمده یا دروغ و باطل هست و یا ضعیف هست که اصلا نمیشه به وسیله او یک موضوع عقیدتی را ثابت کرد. پس تعداد پیامبران نامشخص است الا 25 پیامبر. این 25 پیامبر در قرآن کریم 18 تا فقط در یک آیه آمده. در سوره مبارکه انعام آیه 82 تا 86 و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، 18 تا پیامبر در اینجاست و این دلیل ماست که ما برای ابراهیم دادیم علی قومه، در مقابل قومش. ابراهیم خب یک پیامبر شد. نرفع درجات من نشاء، درجات هر کس را که بخواهیم ما بالا میکنیم. ان ربک حکیم علیم، همانا پروردگار تو با حکمت و داناست. و وهبنا له اسحاق، و بخشیدیم برای ابراهیم اسحاق را، ایدو پیامبر، و یعقوب، سه پیامبر. کلا هدینا، هر کدام را ما هدایت کردیم. و نوحا هدینا، نوح را هدایت کردیم من قبل و قبلا. و من ذریتی، و از اولادش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، تا حالا 10 تا شد. و کذالک نجزی المحسنین، این چنین نیکوکاران را مزد می‌دهیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین، هر کدام را بر عالمیان برتری دادیم. حالا چقدر شد؟ مجموعاً 18 تا. 18 پیامبر در اینجا آمده و بقیه 7 پیامبر دیگر در روایات مختلف دیگر آمده، در آیات متعدد دیگر آمده است در قرآن کریم. جای پراکنده در قرآن اونا هم آمده. خب از ادریس، هود، شعیب، صالح، ذوالکفل و آدم و محمد صلی الله علیه و سلم. محمد صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله والذین آمنوا معه.
در اونجا خوب ببینیم هست و ذوالکفل در دیگه آیت از شعیب هم همچنین. این 7 پیامبر دیگه هم هستن، به همراه اونها میشه 25 تا. اما در مورد ذوالکفل، آیا ذوالکفل پیامبر بوده یا پیامبر نبوده؟ در این مورد بین اهل علم اختلاف نظر هست. جمهور و اکثریت علما گفتند که ذوالکفل پیامبر بوده، چون در قرآن کریم دقیقاً در زمره پیامبران یاد شده، در دو جا آمده، در هر دو جا به همراه پیامبران به صف انبیا یاد شده. لذا اکثریت و جمهور علما به این نظر هستند که ذوالکفل پیامبر بوده، اگرچه که بعضی گفتن نبوده، اما صحیح تریه که بوده. حالا اقوال علما رو در این مورد بیاریم به آیات را. آیه 85 سوره انبیا رو ببینید: و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. حالا ببینید اسماعیل و ادریس هر دو پیامبرن، ذوالکفل به همراهشان آمده گفته کل من الصابرین، هر کدام از صبر کنندگان هستند. یا در سوره صاد آیه 48: واذکر اسماعیل و الیسع و ذوالکفل، یاد کن اسماعیل را و یسع را و ذوالکفل را و کل من الاخیار، همه از جمله اخیار و نیکوکاران بودن. خب این از این آیات ثابت میشه که ذوالکفل پیامبر بوده. به همین علت ابن کثیر رحمه الله گفته ظاهرا چون در پهلوی انبیا آمده و همون اوصافی که برای پیامبران یاد شده برای او هم یاد شده، این ثابت میشه که او پیامبر بوده. ابن کثیر گفته و هذا هو المشهور، مشهورم همین است. ابو حیان اندلسی در تفسیر بحر المحیط گفته است قال الاکثرون هو نبی، اکثریت علما گفتن نبی بوده. علامه قاسمی در تفسیر محاسن التأویل گفته که چی است، او از جمله پیامبران بوده، او نبی دانسته. علامه سعدی در تفسیر خود گفته که از جمله پیامبران بوده. خب به هر حال اکثریت علما بر همین نظر هستند که نبی بوده. اما باید بگیم که یک حدیثی در سنن ترمذی هست که میرسانه که اون نبی نبوده، بلکه به حساب یک شخص صالحی بوده، اما حدیث صحیح نیست. محققین در مورد او حدیث گفتن که حدیث درست نیست و حدیث ضعیف است. حتی ابن کثیر رحمه الله گفته که فهو حدیث غریب جدا و فی اسناده نظر، این حدیث به شدت غریب است و در اسنادش نظر هست. به هر حال پس ذوالکفل پیامبر است، شد 25 تا. اما یک سوال پیش میاد در مورد لقمان چی میگیم؟ لقمان صحیح ترین قول در قرآن نامش هم آمده، یک سوره به نام لقمان هست، اما در مورد لقمان اکثریت علما به این نظر هستند که پیامبر نبوده، شخص صالحی بوده، دلیلی بر پیامبریش وجود ندارد. در مورد ذوالقرنین اونجا هم بعضی حرفایی هست، اونجا هم اکثریت علما گفتند که ذوالقرنین پیامبر نبوده، بلکه پادشاه صالحی بوده. اما میاییم به بحث که خضر علیه السلام یا خضر علیه السلام که در سوره کهف داستانش آمده است. خب اون چی میکنیم؟ اون که پیامبر بوده، اکثریت علما میگن که او پیامبر است. اکثریت علما باز گفتن که خضر پیامبر بوده. چرا پس 26 پیامبر نمیگیم؟ خضر را اضافه نمیکنیم در قرآن بگیم 26 پیامبر آمده؟ به این خاطر که نام خضر یا خضر در قرآن نیامده. در قرآن آمده عبد من عبادنا، یک بنده از بندگان ما. نام خضر باز بعداً در کجا آمده؟ در حدیث صحیح البخاری آمده نام خضر. و به این خاطر پس از جمله 25 پیامبر نمیگیم که 26 پیامبر نامش در قرآن آمده. نه خیر، چون نام خضر علیه السلام در قرآن نیامده. این هم پس متوجه باشین و دقت داشته باشین به این موضوع. و حالا میریم به یک بحث دیگه که بعضی از اهل علم گفتن که مریم علیه السلام هم پیامبر بوده. مریم علیه السلام پیامبر بوده و بعضی حتی بیشتر از اون بین زنها چند زن را گفتن پیامبر بوده. گفتن که آسیه هم پیامبر بوده، مادر موسی علیه السلام گفتن پیامبر بوده. 3-4 نفر از زنها را، حوا رضی الله عنها 3-4 زن را، بعضی تا 5-6 تا حتی گفتن اینا نبی بودن. و اما در این مورد چی میگیم؟ ببینید در مورد مریم اختلاف نسبتا قوی وجود داره، در مورد دیگران خیلی قوی نیست، خیلی بحث نیست، اما در مورد مریم بحث زیادی وجود داره. خیلی ها بحث کردن که مریم نبی بوده، مریم پیامبر بوده و بنابراین ثابت میشه که پس میتونن زنها هم پیامبر باشن. حالا که نه، یعنی در طول تاریخ شده که زن هم پیامبر بوده. اما این یک دیدگاهی است که عده‌ای کمی از علما بر این نظر هستند. اکثریت و جمهور علمای اهل سنت گفتن از زنها هیچ پیامبر نبوده و مریم علیه السلام هم زنی صالحه و پاک و نیکو و مادر یک پیامبر بوده و خودش پیامبر نبوده. خب حالا یک نگاهی میکنیم بعضی دلایلی که در این مورد بحث شده تا این بیشتر بفهمیم و درک کنیم و بعداً باز بنابر قولی که
زن پیامبر نباشد، باز توضیح میدیم که حکمتش چیست، چرا مرد پیامبر باشد و زن نباشد، دلیل و حکمت او چی بوده، این توضیح میدیم ان شاء الله. ببینید از جمله علمایی که قائل بیان که مریم علیه السلام نبی بوده، از جمله قرطبی بر همین نظر است، خیلی محکم هم از این نظریه دفاع کرده و همچنین ابن حزم اندلسی بر همین نظر است و جالب ابوالحسن اشعری هم به همین نظر است. این عده از علما به این نظر هستند که مریم علیه السلام نبی بوده، پیامبر بوده، اما جمهور و اکثریت علما این نظرها قبول ندارند. حالا بیاین دلایل را نگاه بکنیم. دلیل جمهور علما و اکثریت که گفتن که پیامبر نبوده، گفتن در قرآن کریم آمده که نبوت را به مردان الله متعال نسبت کرده و خاص گردانیده. در آیه مبارکه میخوانیم سوره یوسف آیه 109 و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از تو ای پیامبر نفرستادیم مگر مردانی را که با آنان وحی کردیم. و ما ارسلنا من قبلک، ما نفرستادیم قبل از تو الا رجالا، مگر مردانی را نوحی الیهم که با آنان وحی کردیم. البته اینجا بعضی آمدن گفتن که این ارسلنا گفته اینجا منظور رسول هست. او طرف مقابلی رو جواب دادن، یک جوابی دادن، گفتن ارسلنا منظور رسول است، پس دیگه نبی که نیست. ما که نمیگیم مریم رسول بوده، مریم رسول نبوده، نبی بوده. رتبه رسول از رتبه نبی بالاتر است و اینم باید بگیم که هر رسول نبی هم هست، درجه نبوت رو هم دارد. یعنی مثل این میمونه که نبوت لیسانس باشه، به طور مثال که مثلا شما درک کنین، لیسانس باشه و رسالت فوق لیسانس باشه. خب هر کس فوق لیسانس داره، لیسانس رو هم داره دیگه. پس هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. هر لیسانس داری فوق لیسانس نیست، اما هر فوق لیسانس لیسانس دارن هست دیگه، لیسانس هست دیگه. این دقت داشته باشید. و اینجا اینا گفتن که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، ما نفرستادیم، گفتن این منظور رسول هست. نبی میتونه باشه، مریم نبی بوده رسول نبوده. اما این حرف خیلی حرف دلنشینی نیست. چرا؟ چون ما در قرآن کریم داریم که ارسلنا برای نبی هم استفاده شده. من پیشترم از سوره مبارکه حج آیه مبارکه در این مورد برای شما خواندم که در سوره حج الله متعال چی کرده. بله من آیه مبارکه بیارم که در قرآن کریم الله متعال در سوره حج ارسال به نبی هم گفته است. در سوره حج آیه 52 پیشتر آیه خواندم، گفته و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی. ببینید کلمه ارسال فعل که است، هم به نبی استفاده میشه هم به رسول، اما اسم رسول و اسم خاصی است باز. وگرنه کلمه ارسال فعل ارسلنا برای نبی و رسول هر دو استفاده میشه. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، پس به نبی ارسلنا گفته شده دیگه. و اینجا حالی شما میگین که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا آیه 109 سوره یوسف، خب اینجا خیلی واضح است که نبی هم شامل میشه. پس این دلیل جای خود باقی است، دلیل قوی است که نبوت مختص مردان است. اما کسایی که گفتن نه مریم علیه السلام پیامبر بوده، چه دلیلی رو آمدن مطرح کردن؟ دلیلشان چی بوده؟ اولا گفتن که در رابطه به مادر موسی علیه السلام من گفتن در مورد مادر موسی از آن کلمه وحی استفاده شده. در سوره قصص آیه 7 و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی. میگه وحی کردیم دیگه، خب وحی این پیامبر میشه دیگه. اما و لحاظا میگن که وحی شده، دستوراتی داده شده به جناب مادر موسی علیه السلام و او هم انجام داده. ان ارضیه، این که این طفل خود را شیر بده، فاذا خفتی علیه، وقتی ترسیدی فالقیه فی الیم، آن را در دریا بینداز، تا آخر داستان موسی علیه السلام هست. و اما جواب او این است که و همچنین مریم علیه السلام که ببینید اینجا در سوره مبارکه مریم آیه 17 و 19 الله تعالی میگه که فارسلنا الیها روحنا، ما روح خود یعنی جبرئیل امین را فرستادیم به سوی مریم، فتمثل لها بشرا سویا، به شکل یک انسانی برابری در آمد. جبرئیل نزد مریم را با مریم صحبت کرد. گفتم ببین جبرئیل آمده با او حرف زده، خب این معنای نبوت است دیگه، پیامبر بوده پس دیگه. اما جواب این است که هر وحی نبوت نیست. ما دو نوع وحی داریم، وحی نبوت و وحی الهام. وحی الهام نبوت نیست، چون ما در قرآن کریم داریم که به زنبور عسل هم وحی شده، در سوره نحل داریم
و اوها الی النحل، الله به زبور عسل وحی کرد. اصلا کلمه وحی در زبان عربی یعنی پنهانی با کسی حرف زدن. باز در اصطلاح شریعت یکی وحی نبوت داریم که به معنای پیامبری است، یکی وحی چی داریم؟ الهامی داریم. و وحی که به مادر موسی علیه السلام شده وحی الهامی است، نه وحی رسالت، چون هیچ دلیلی به نبوت و رسالتشان وجود ندارد. و نسبت به مریم علیه السلام هم که جبرئیل آمده حرف زده، این به معنای نبوت نیست و نمیتونن نبوت را ثابت کنن. بعضی گفتن که در قرآن آمده که سوره آل عمران الله گفته یا مریم ان الله اصطفاکی، الله تو را برگزیده است. همین استفاده نسبت به آدم علیه السلام هم گفته شده. الله متعال به آدم علیه السلام میگه که در مورد آدم علیه السلام ان الله اصطفى آدم و نوحا، الله برگزیده است آدم را و نوح را. ببین دیگه استفا به آدم و نوح هم گفته شده، به مریم هم گفته شده. و اصطفاکی علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالمیان برگزیده است. پس از این معلوم میشه که دیگه مریم علیه السلام چی بوده؟ به اصطلاح برگزیده بوده، پیامبر بوده. اما این درست نیست، به خاطری که استفا به غیر پیامبران هم در قرآن آمده. این میتونه دلیل بشه که هر کس استفا آمده یعنی پیامبر است. مهم اینه که به همراه این مصطفی بودن یک دلیل دیگری، استفا یعنی برگزیدن. الله او رو برگزیده به چی؟ به پیامبری. این نیاز به دلیل دیگری دارد. خود کلمه استفا به تنهایی خود نمیتونه ثابت کنه. چرا؟ ما در قرآن داریم که استفا به غیر پیامبران آمده. در سوره مبارکه فاطر آیه 32 الله گفته ثم اورثنا الکتاب، سپس ما به میراث گذاشتیم کتاب را، الذین اصطفینا، برای کسانی که آنان را برگزیدیم، من عبادنا، از بندگان خود، فمنهم ظالمون، بعضی از این بندگانی که ما برگزیدیم که برایشان کتاب بدهیم، بعضیا ظالم بودن به نفس خود، یعنی به کتاب عمل نکردن. ببینید یعنی پس انسان‌های گناهکار هم میتونه که مصطفی باشه، استفا شده. اما استفای چی؟ نه مثل استفای پیامبران، استفا برگزیده شدن برای که کتاب برایشان فرستاده شده، فقط در همین حد. پس لحاظا این هم ثابت میکنه که پس استفا به معنای نبوت نیست. بعضی هم از این حدیث استناد کردن، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن کمال من الرجال کثیر، از مردان خیلی به کمال رسیدن و از زنها به کمال نرسید مگر مریم دختر عمران، آسیه خانم فرعون، در بعضی روایات خدیجه رضی الله عنها هم هست. بعضی از این هم دلیل گرفتن اما این درست نیست، چون خدیجه رضی الله عنها که اصلا دیگه پیامبر نبوده و 100% است، چون بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه پیامبری نیست. و نکته جالب دیگه ای که در مورد مریم علیه السلام الله در قرآن این چنین گفته، خوب دقت کنید، گفته که مل مسیح ابن مریم، مسیح فرزند مریم نبود الا رسول مگر پیامبری، قد خلت من قبله الرسل، قبل از او هم خیلی پیامبرانی گذشتند، و امه صدیقه، و مادرش صدیقه بود. نگفته و امه نبیه، مادر او نبیه بود، گفته صدیقه بود. و ببینید که در مورد پیامبران چی آمده؟ صدیقا نبیا، صدیق و همراه نبی هر دو آمده. و کان صدیقا نبیا در مورد ادریس علیه السلام انشاءالله. حالا صدیقا نبیا اونجا در شأن یک پیامبر هر دو با هم آمده، اما در شأن مادر عیسی علیه السلام یعنی مریم علیه السلام نیامده چنین چیزی، فقط آمده که صدیق و امه صدیقه و مادر او صدیقه بوده. خب این هم ثابت میکنه که پس مریم علیه السلام نبی نبوده و یک زن صالحه نیکی بوده، بلکه بزرگترین زن تاریخ جهان بوده، چون در حدیث سنن ترمذی داریم که فاطمه رضی الله عنها سردار زنان بهشت است بغیر از مریم بنت عمران. فاطمه رضی الله عنها سردار زنان بهشت است بغیر از مریم. مریم یک زن خاص است، دلیل شکی نیست. اما سوالی که پیش میاد این است چرا زنها پیامبر نشدن؟ آیا اینجا بحث برتری مرد بر زن به اعتبار یعنی بی‌عدالتی است، یعنی الله معاذالله بی‌عدالتی کرده؟ نه، ببینید مسئله چی که است پیامبری که به زن داده نشده به علت ای است که این وظیفه سنگین و دشوار با حالت جسمی و ساخت و ساز بدن زنها اصلا مناسبت ندارد. چرا؟ چون یک پیامبر به خاطر راهی که دعوت میده لط میخوره، لط و کوب میشه، متحمل شکنجه میشه، کشته میشه، باید با مردان تعامل داشته باشه، جهاد باید بکنه، رهبر باید باشه، امام مردم باید باشه تا از او کارهای خود یاد بگیرن مردم. و اینجا زن نمیتونه این کار رو انجام بده.
کجا زن میتونه که تحمل تمام این کارها رو بکنه، سفر بکنه از اینجا به اونجا، و دیگه اینکه تحمل مشقت ها و سختی ها در مقابل دشمنان بکنه، در صحنه های جنگی حاضر باشه، در جلسات عمومی با مردم حاضر باشه و به جلسات اشتراک بکنه، با مشکلاتی که زنها دارند، زنی که بچه تولد میکنه، زنی که عادت ماهوار دارد و مشکلات دیگری که دارد، ضعف جسمی که دارد. لذا این وظیفه با ساختار وجودی زن سازگاری ندارد. لذا الله متعال این مسئولیت و این بار را بر دوش زنان نگذاشته، بلکه بر دوش مردان گذاشته است. و به همین علت است که مسئله نبوت یک مسئله انتخابی است. یک بحثیه که حالا یک توضیح میدیم. بحث‌های گذشته تمام شد، حالا این بحث را دقت کنید. نبوت آیا کسبی است یا انتخابی؟ کسبی یعنی چی؟ یعنی یک نفر بره خیلی نماز بخونه، خیلی روزه بگیره، خیلی خوش اخلاق باشد، خیلی کارهای خوب بکند، پیامبر میشود؟ نه خیر. با این کارا شخص پیامبر نمیشه. شخص اگر خواسته باشد پیامبر بشود، باید که چیکار کند؟ الله را انتخاب کند. نبوت یک چیز انتخابی است و الله چه کسی را انتخاب میکند؟ بندگان صالح و نیک خود را، نیکان را انتخاب میکند. هر کس را الله انتخاب نمیکند برای پیامبری. ببینید در قرآن کریم ما داریم در سوره مبارکه انعام آیه 124 الله متعال فرموده است والله اعلم حیث یجعل رسالته. الله بهتر میداند که رسالت خود را در کجا بگذارد، به چه کسی پیامبری بدهد. الله بندگان خود را بهتر میشناسد، چه کسی توانایی و صلاحیت دارد و چه کسی ندارد. یا مثلا گفتیم برگزیده شدن هست. در سوره آل عمران داریم که آیه 33 ان الله اصطفى آدم و نوحا. الله برگزید آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل عمران را بر عالمیان. آل عمران یعنی عیسی علیه السلام منظوره، چون مریم دختر عمران هست و عیسی علیه السلام از آل او میشه. یا مثلا در مورد موسی علیه السلام آمده سوره اعراف آیه 144 یا موسی انی اصطفیتک. الله گفت ای موسی من تو را برگزیدم علی الناس، بر مردم، به رسالات خود. پس چیز برگزیدگی است، انتخابی است. کلمه مصطفی و مجتبی یعنی برگزیده است. القاب و صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم مصطفی و مجتبی است، برگزیده شده است. پس مسئله نبوت مسئله کسبی نیست، مسئله انتخابی است که الله برمیگزیند و انتخاب میکند. از این هم تمام. یک موضوع دیگه هم خوبه که اینجا توضیح بدیم که به هر امتی پیامبر آمده. یک موضوعی که خیلی ها شاید سوال میکنن، سوال زیاد مطرح میشه که آیا چرا پیامبران، بعضی میگن چرا پیامبران همه عرب بودن، در کشورها عربی بودن، چرا چنین بوده؟ چرا به چین یک پیامبری نبوده؟ چرا مثلا به هند یک پیامبری نبوده؟ و امثال او در کشورهای دیگر چرا پیامبری نبوده؟ ما باید بگیم که این حرفی که میگویید پیامبران فقط از عرب بودن، این حرف اشتباهی است. بسیاری از پیامبران از بنی اسرائیل بودن و بنی اسرائیل عرب نیستن، اصلا عرب نیستن. و اینو باید دقت داشته باشید. بلکه عرب مستعربه از زمان اسماعیل علیه السلام شروع شده و از نسل اسماعیل علیه السلام تنها محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر است، دیگه از پیامبر نیست. اینا چون دیدن که قرآن به زبان عربی است و کتاب‌های دین اسلام به زبان عربی است، خیال کردن پیامبران هم از کشورهای عربی بودن. اصلا چنین نبوده. موسی علیه السلام به زبان عبرانی صحبت می‌کرده، اصلا زبان عربی نبوده، به زبان عبری بوده. یا مثلا کتاب انجیل به زبان عربی نبوده، زبان سوریانی بوده فکر کنم، انشالله یا عبرانی بوده که حالا فعلا ترجمه شده به زبان‌های مختلف. اصل کتاب رو کلا از دست دادن دیگه. خب حالا ببینید، پس به این خاطر این حرف اولا اشتباه است. مثلا ابراهیم علیه السلام عرب نبوده، اسماعیل علیه السلام با عربها خویشاوندی کرد، نسل او عرب شد. لازم میگن عرب مستعربه، عربی که عرب بودن خود از دیگرها گرفته. عرب عاربه نیست، یعنی عرب به اصطلاح اصلی عرب بوده باشه، نه. مستعربه یعنی شخصی که با عربها خویشاوندی کرده. و به این خاطر پس خیلی از پیامبران ما داریم که نه اصلا عرب نبودن. و دیگه ای که در قرآن کریم اصلا چنین چیزی نیامده که پیامبران فقط در بین عرب ها بودن یا در چین نبود یا در دیگه کشورها نبوده، بلکه ما پیشتر گفتیم که الله متعال کل پیامبران را در قرآن معرفی نکرده. گفتم ما بعضی از پیامبران را برای شما معرفی کردیم، بعضی نکردیم. منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. بعضی‌ها را برای تو قصه کردیم، بعضی‌ها را نکردیم. و به همین علت در دیگه جا آیات می‌بینیم که برای هر امتی الله پیامبر فرستاده. ببینید آیات در قرآن خیلی
زیبا و جالب است. اولا الله متعال فرموده است ولکل، سوره یونس آیه 47، ولکل امت رسول، برای هر امتی رسولی بوده. پس هر امت یک پیامبری داره. فاذا جاء رسولهم قضى بینهم القسط، وقتی پیامبرشون آمد در بینشان به عدالت حکم کرد و قضاوت کرد. و هم لا یظلمون، و آنان مورد ظلم قرار نمیگیرند و نگرفتند. یا مثلا در سوره مبارکه فاطر آیه 24 الله میگه انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو را بشیر و نذیر به حق فرستادیم. و این من امت الا خلا فیها نذیر، و هیچ امتی نیست مگر اینکه در بینشان بیم دهنده بوده، پیامبری بوده که آنها را هشدار بدهد، متوجه بسازد. الله میگه در هر امت پس پیامبری بوده. پس پیامبران در همه امت ها بودن. یا مثلا در سوره نمل آیه 36 الله میگه که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی پیامبری فرستادیم، ان اعبدوا الله، اینکه الله را پرستش کنید، و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت پرهیز کنید. فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلاله، بعضی برای هدایت رفتن، بعضی هم به گمراهی رفتن. خب حالا اینجا از این آیاتی که من اینجا خواندم کاملا مشخص میشه که برای هر امتی پس پیامبری بوده و هر امتی به سوی آنها پیامبری فرستاده شده. اما ما همه رو نمیشناسیم، همه برای ما معرفی نشده. به همین علت ما نمیگیم همین 25 پیامبر، میگیم ما کل پیامبران قبول داریم. و لحاظا احتمال داره که در چین پیامبری بوده، اما ما مشخص نمیکنیم. اگه کسی بیاد بگه که کنفوسیوس مثلا آیا پیامبر بوده، شما اعتقاد دارید؟ ما میگیم نه، ما اعتقاد نداریم که کنفوسیوس پیامبر بوده. نمیدونیم، والله اعلم پیامبرانی بودن، حالا کی بوده چگونه بوده الله بهتر میدونه. ما به طور گفتیم دیگه بقیه پیامبران غیر از 25 تا اجمالی و خلاصه ایمان داریم. ما به کل پیامبران اعتقاد داریم، اما 100% میگیم او چیزی که امروز چینی ها یا ژاپنی ها و امثال اونها بت پرستی دارن و شرک دارن یا کمونیستن، این 100% راه پیامبران نیست. این شرک از گمراهی است، کفر از بیدینی است، یعنی شک نیست. یا مثلا در هند 100% پیامبرانی بوده طبق آیات قرآن کریم، اما این که ما مثلا بگیم بودا پیامبری بوده، ما نمیدونیم که بودا پیامبری بوده. ما میگیم همه پیامبران را قبول داریم، ایمان داریم. البته این چیزی که به نام بودا امروز مطرح است 100% میگیم شرک است، باطل است، کفر است، چون بت پرستی است. و این هم باید بگیم که این هم نمیگیم که حتما راهی که اینها دارن حتما راه بوداست. نه، بودا بعضی از کتاب خود او نقل کردن. من در یک برنامه از دکتر زاکر نایک شنیدم میگفت که خود بودا گفته که چی بت را بشکنید. اما امروز مجسمه بودا رو امروز به نام بت اینا پرستش میکنن. پس ما نمیگیم راه اینا و راه بودا یکیست و نمیگیم هم که بودا پیامبر بوده. ما نمیداریم، والله اعلم. ما به کل پیامبران ایمان داریم، تمام. اما راه شرک و بت پرستی و هر چیزی که خلاف دین محمدی صلی الله علیه و سلم است باطل است، گمراهی است. یا مثلا در رابطه به دین مجوسی ها، آتش پرستا 100% میگیم این باطل است. بعضی میگن که زرتشت پیامبر بوده، ما میگیم ما نمیدونیم که پیامبر بوده یا نبوده. ما همه پیامبران قبول داریم، اما یقین داریم او چیزی که امروز به نام زرتشت، دین زرتشتی مطرح است، دین مجوس، این شرک است، کفر است، باطل است. در قرآن هم نصوصی در این مورد وجود دارد، احادیث هم است و بلکه صراحتا دینشان آتش پرستی است دیگه، شرک است، بدون شک پس باطل است و غلط است. این پس دقت داشته باشید که هر کدام از ملت ها میتونن پیغمبری در گذشته داشتن، اما ما هم پیامبران را الله به ما معرفی نکرده چون نیازی نبوده. اگر قرار می بود، حالا یک سوال است که چرا الله متعال کل پیامبران را برای ما معرفی نکرد؟ به خاطری که ما نیازی نداشتیم که کل پیامبران یک به یک به ما معرفی بشه. شاید این قرآن یک جلدی حالا شاید میشد 30 جلد، میشد 50 جلد، میشد 100 جلد، و این خیلی مشکل بود. بلکه بعضی از پیامبران را به طور نمونه الله متعال داستانهایشان را به ما نقل کرده تا ما از او درس عبرت بگیریم، که انشالله در آینده هدف از داستانهای قرآنی باز این مطلب بیشتر توضیح میدیم و به این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت. خب این بحث هم تمام شد. تا اینجا مباحث کلی بحث نبوت و انبیا آشنا شدیم، مطالب متعددی فهمیدیم و در جلسه آینده انشالله صفات پیامبر رو میخوانیم که پیامبران چه صفاتی داشتن، چه خصوصیاتی داشتن، و انشالله اگر فرصت شد بحث چی رو هم خواهیم خواند، اهداف داستانهای قرآنی و تکرار در قرآن. چرا داستانهای پیامبران خیلی تکرار شده در قرآن؟ داستان موسی علیه السلام بارها آمده. امروز بعضی هم روی موضوع انتقاد و اعتراض هم حتی میکنن که این موضوع از غیر مسلمانان به اصطلاح. انشالله این موضوع مفصل توضیح میدیم تا شما خیلی خوب بتوانید این مطلب درک کنید و به نتایج بسیار زیبایی از این مورد برسید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك و اتوب الیک.